سلام و درود، وقت همگی بخیر. امیدوارم که هر جای این دنیا هستید حال دلتون عالی باشه و سودآور باشید. حرفرات هستم. کماکان تو این ویدیو خواستم تحلیل شخصی خودم راجع به بیت رو در اختیارت قرار بدم. شاید به کارت بیاد و بتونی ازش استفاده بکنی. راستی تا قبل از اینکه شروع بکنم خواستم بگم که این ویدیو از چنل حنیف راد داره معرفی میشه. خوشحال میشم چنل ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنی و حتما یه سری هم به کانال تلگرامی بزنید، چون اونجا کلی خدمات فری در اختیارت قرار میدیم که روزانه میتونی از سیگنال رایگان و پشتیبانی 24 ساعتمون خیلی خفن و حرفه‌ای استفاده بکنی. در ادامه ویدیو بهت میگم که برای تحلیل بیت کوین من شخصا چند تا فاکتور رو چک میکنم. چند تا مسئله برام مهم هست که به اونا با هم دیگه میپردازیم، ببینیم که میتونیم چجوری تکنیکالی بیت کوین رو تحلیل بکنیم و همچنین یک خروجی خوب برای خودمون داشته باشیم و نسبت به اون بتونیم پوزیشن هامون رو یا ترید کردنمون رو مدیریت بکنیم. خب بریم سر وقت چارت. در حال حاضر تو ریل مارکت هستیم، تایم فریم دیلی که میبینیم اینجا یه روند صعودی داریم، یک تریدینگ رنج تشکیل داده که تریدینگ رنج دیشب شکسته شد. یعنی ناحیه 90,088 یه ناحیه مهمی بوده که دیشب شکسته شده. حالا تو گذشته مارکت هم ببینید به اینجا قاعدتا یه سری ریاکشن نشون داده. خب میایم اینجا نگاه میکنیم که آقا اینجا شکسته شده. خب اولین کاری که من شخصا میکنم میگردم دنبال گپ توی این نواحی. خب توی این نواحی که ببینم اینجا گپ داریم، چون بچه گپ ها خاصیت مگنتی دارن، یعنی چارت رو به سمت خودشون میکشن. خب حالا برای اینکه بخوام اینجا گپ پیدا بکنیم من تو چارت بیت کوین USDT.P سعی نمیکنم زیاد خودم اذیت بکنم، میرم تو این چارت بچه نگاه کنید اینجوری تایپ میشه. همون اولیش هم هست CME، گپ های CME. تو ویدیو قبلی هم راجع به گپ های CME براتون توضیح دادم، میتونید بعد از دیدن این ویدیو یه سری به ویدیو قبلی بزنید که یه مقدار اطلاعات راجع به این گپ CME بیشتر بشه. خب میایم توی این گپ CME، بهترین تایم فریمش یعنی معتبرترین تایم فریم گپ CME یا چارت بیت کوین تو تایم فریم دیلیه، یعنی معتبرتره. جاهایی که توش میبینی تاییدی های بیشتری به تو نشون میده. یادت تو اینجا گفتم گپ ها مگنتی هن، اینجا به نمونه بارزش میخوام نشون بدم. نگاه کن اینجا گپ باز شده، رفته بالا، 3 کندل بعد برگشته گپ رو پر کرده. ببینیم بریم یه مقدار گذشته مارکت. اینجا گپ باز شده، 1 2 3 4 5 تا کندل بعد گپ رو پوشش داده. میبینی اینجا گپ باز شده، باز اینجا پرش کرده، میبینی دوباره برگشته پرش کرده. یا میایم باز عقب‌تر، خیلی اینجا خیلی کمکتون میکنه برای پیدا کردن گپ. نگاه کنید اینجا گپ باز شده، برگشتی گپ رو پر کرده. میبینی؟ خب حالا از موضوع اصلیمون دور نشیم. خب میام من نگاه میکنم که میگم آقا کف تریدینگ رنج شکسته، این کف باید تا کجا ادامه پیدا بکنه؟ خب بعد من باید تو این نواحی دنبال یه گپی باشم. کف تریدینگ رنج هم شکسته دیگه، یا ناحیه استاتیک یا گره معاملاتی یا گپ، اینجاها باید برای من باشه. اولین گزینه‌ای که انتخاب میکنم برای پیدا کردنش گپ هاست که ما اینجا نگاه کنیم تو 80 76 آره توی این ناحیه ما حالا 1000 تا بالا پایین تر فرق نمیکنه، ممکنه از مثلا 79 تا 76 باشه یا مثلا از 80 تا 76 باشه. اینجوری توی این ناحیه ها ما یک گپ داریم. خب میگم خب این گپ خاصیت آهنربایی داره، میاد تا این پایین، ولی چون فاصلش زیاده قاعدتا اینجا ریاکشن عکس میتونیم داشته باشیم. اینم فراموش نکنید بچه ها.
خاصیت برگشت محکم هم میتونیم داشته باشیم. میخوام یه دونش رو نشونتون بدم که متوجه بشید. ببین نگاه کنید، اینو اومده پر کنه، اینم اینجا اومده پر بشه، اینجا اومده پر بشه، همه اینا برخورد داشتن و برگشتن رو به بالا. متوجه این؟ و اینجاها هم اگر پر بشه قاعدتا ما میتونیم یه ریجکتی داشته باشیم رو به بالا، چون اینجا هم یه گپ داریم. خب میام میگم که خب این ناحیه، خب ناحیه مهمیه، میرم تو چارت اصلی بیت کوین. حالا اینجا من یه سری تکنیکالی کشیدم براتون اکتیوش میکنم ببین. خب تو تایم فریم دیلی ما یه روند صعودی داریم. چه روند صعودی شیک و قشنگیه. میبینید اینجا یه گره معاملاتی بوده که همون تریدینگ رنج ماست، ولی تو دل یک کانال صعودی. خب میگم خب این الان داره میرسه به این ناحیه 79. یعنی کجا؟ این دقیقاً گپی که اینجاست. تو این ناحیه ما گپ داریم توی چارت بیت کوین. اوکی، میگم خب من روند رو پیدا کردم. اوکی، من روند صعودیم رو پیدا کردم. میخوام ببینم تو دل این روند صعودی چی هست. میرم تو تایم فریم 4 ساعته. گم خب به به، تو تایم فریم 4 ساعته من یه برخورد، دو برخورد، سه برخورد، ریزش، یه استراحت با چی؟ با یک ناحیه استاتیک من و بعد دوباره ریزش. میبینید ریزش تا کجاست؟ ریل مارکت اینجاست. میبینید ناحیه استاتیک، یه احترام به میدلاین کانال 4 ساعته من و دوباره ریزش. ببینید چقدر قشنگ داره نزدیک میشه به کف کانال. یه برخورد، دو برخورد. بچه فراموش نکنید برخوردها از شادوشون محاسبه میشن و این شادوها خیلی میتونه کمکتون بکنه. خب میام یه مقدار تایم فریم پایین تر، تایم فریم دیلی، ببخشید تایم فریم 1 ساعته، عذرخواهی میکنم، ساعت 2:30 شب، یه مقدار خواب آلودم. اگر میبینید تو ادبیاتم یه مقدار غلط املایی دارم، شما به بزرگیتون ببخشید. باز توی اینجا هم ما یه روند نزولی تیز میبینیم. خب تیز میبینیم که باز برخورد با کانال داشته، استراحت، برخورد، استراحت و قاعدتا سومین برخورد با این و دوباره ریزش. میاد به اینجاها برسیم که این گپ رو پر کنیم بچه، این گپ رو پر کنیم تو چارت. خب میاد تا اینجا. اوکی، بعد میام تایم فریم 30 دقیقه. 30 دقیقه هم دقیقا همون چیزی که تو تایم فریم 1 ساعته داره اتفاق میفته. یه برخورد، دو برخورد و دوباره استراحت. منتظریم ببینیم که این تو این تایم فریم چجوری باید بسته بشه. بریم تایم فریم 5 دقیقه هم نگاه بکنیم. ببینید تایم فریم 5 دقیقه چقدر جذابه، چقدر خفن میتونه باشه. و همه اینا قاعدتاً برای شما میتونه یه تاییدیه باشه. ببینید 3 کندل، من همیشه گفتم 3 کندل همرنگ با بادیای استیبل تایید رونده بچه. ببینید تایید رونده. ببینید تو گذشته مارکت هم برید نگاه بکنید، این تاییدیه رونده رو میبینید. خب اینجا متوجه شدیم که آقا ما تو تایم فریم 5 دقیقه هم روند نزولیه، تو تایم فریم 1 ساعت هم باز روند نزولی داریم، تایم فریم 4 ساعت هم کف کانالمونه. باید ببینیم که این کانال رو میشکونه یا نه. اگر بشکونه قاعدتا تا اینجاها میتونیم شاهد ریزشش باشیم و حتی اینجا. ولی فکت شخصی بنده که خیلی ازم سوال کرده بودیم،
من شخصا احساس میکنم که ما تا کف این ناحیه که میشه کف این گپ یا شاید هم یه مقدار پایین تر تا 75 پتانسیل ریزش از بیت رو شخصا میبینم. بعد دوباره احساس میکنم برمیگردیم به این سمت اینجا رو پر میکنه و در ماه آینده ریزش تقریبا از نظر من شخصا ریزش بالای 23-4 هزار دلاری رو میتونه تجربه بکنه. چارت بیت کوین از نظر من میتونه که این موضوع رو تاچ بکنه، ولی که تو ماه آینده. این چیزی بود که من میتونستم در قالب یه ویدیو در اختیارتون قرار بدم. خوشحال میشم این ویدیو رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونا هم از تحلیل ما بتونن استفاده بکنن. شاید دوستی جایی از داستان نیاز به یک تحلیل شخص دومی داشت، شاید این ویدیو بتونه کمکش بکنه. خب یه سری هم میذاریم به دامیننس بیت کوین هم قاعدتا میتونه خیلی مسائل رو برای شما همچین روشن بکنه. خب دامیننس اصلا خیلی هم میگن آقا دامیننس چیه؟ دامیننس حجم کل پولی که در سلطه بیت کوینه، یعنی زیر نظر بیت کوینه، یعنی بیت کوین احاطه‌اش کرده. توی بیت کوین همچین جذب این شاخص شدن، این دارایی شدن، پولی که مثلا از کل مارکت کپ داخل یه ارز میتونه باشه، میشه دامیننس اون ارز. همه ارزها هم دامیننس دارن، ولی اولویت برای 90% تریدرها دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر هستش که چه حجمی تتر برود زده و این حجم تقسیم به چه چیزهایی میشه. حالا اون بحثش سواست، زیاد وارد اون نمیشه. دامیننس بیت هم تایم فریم دیلیش رو دارید در حال حاضر میبینید که توی یه حالت این شکلی قرار گرفته و میتونید این هم رو چارت خودتون داشته باشید. امیدوارم که بتونید از تک تک این ویدیوها استفاده بکنید. بچه ها برای اینکه بتونید دامیننس بیت کوین رو پیدا بکنید شما باید این رو سرچ بکنید. دقت کنید، این رو سرچ بکنید برای دامیننس بیت کوین، برای پیدا کردن گپ های CME که ویدیو قبلی راجعش توضیح دادم اینجا، اینو باید تایپ بکنید. برای چارتی هم که در حال حاضر من روش وایسادم و دارم روش تحلیل میکنم، BTC USDT.P فیوچرز بایننس هستش، اسپات نه، فیوچرز بایننس. اولویت ما چارت بایننس هستش. امیدوارم این ویدیو به دردت خورده باشه. خوشحال میشم که چنل ما رو دنبال بکنید تا ویدیوهای بعدی. بدرود. خیلی مخلصم.